سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما دانشپذیران عزیز. مهدی بندری هستم و با افتخار توی این فوق دوره ارز دیجیتالی حضورتون خواهم بود. خب قراره که در رابطه با اقتصاد کلان با هم گپ بزنیم. این فصل رو من شخصه خیلی دوست دارم، چون حاصل تجربیاتم توی نزدیک به این 2 دهه فعالیت مالیمه و به عقیده خودم مهمترین فصل از کل دوره است که در صورتی که به تمامی زیر و زبر جزئیاتش تسلط پیدا بکنین میتونه زندگی مالیتون رو حتی بدون فعالیت توی بازار ارزهای دیجیتال متحول کنه. حالا تصور کنید که اگر بازار پرسود رمزارزها رو هم در امتداد این معلومات اضافه کنین چه نتایج خیره کننده ای رو میتونه به وجود بیاره. به شدت باز هم تاکید میکنم، به شدت توصیه میکنم از مطالبی که طرح میشه جز به جز و ریز به ریز نوت برداری کنید. حتما این فصل رو 2 بار ملاحظه بکنید. به شما قول میدم همونطوری که بچه‌های دوره‌های قبل تو دایرکت بهم میگن، دفعه دوم از همین مطالب نکات جدید آموزشی استخراج میکنید که براتون تعجب آوره. و خیلی از بچه‌ها میگن که انگار دفعه اول دور از جونشون کر بودن یا خواب بودن. این مطالب رو شنیده بودن ولی از اون فهم لازم رو به دست نیاورده بودن. چون شما یک بار تا انتها که این آموزش ها رو میبینین، از کلیاتش یعنی از کلیات این موضوع یه بیگ پیکچر به دست میارین. پس دفعه بعدی که به سراغ این مطالب میاین، اون بیگ پیکچری که توی ذهنتون نقش بسته مثل یک مترجم ریز معنی های نهفته توی این فصل رو براتون معنی میکنه و بیرون میکشه. پس حتما مفاهیم کل این فصل رو یعنی فصل اقتصاد کلان رو 2 بار مشاهده کنید و در طول دوره مخصوصا توی این قسمت فصل اقتصاد کلان نوت برداری لطفا فراموشتون نشه. خیلی ها تصورشون اینه که کریپتو اسید ها پول هستن. قبل از بررسی این موضوع برای فهمیدن ذات کریپتو اسید ها لازمه که ما پول رو دقیق تر بشناسیم. خب حالا سوال پیش میاد، پول چیه؟ خیلی از دانشمندان اهل تفکر پول رو بزرگترین ابتکار تاریخ بشریت میدونن که به عقیده من هم بیرا فکر نمیکنن. بدون پول احتمالاً هنوز توی جنگل و دشتا با نیزه های دستساز به دنبال شکار حیوانات برای غذا بودیم، یا شاید شب و روزمون رو داشتیم به کشاورزی میگذروندیم. پول به بشر نظم و انگیزه پیشرفت داده و باعث ظهور تمدن‌های بزرگ شده. بدون این ابتکار بی‌نظیر هیچ پیشرفتی قابل تصور نبوده. توی این بخش به بیان چیستی پول و شرح تاریخچه مختصری از اون میپردازیم که به درک شما از ارزهای دیجیتال میتونه کمک فوق‌العاده‌ای بکنه. خب توی هزاره های پیش برای مبادله کالا بین انسانها پولی وجود نداشته. پس آدمی برای به دست آوردن مایحتاجش کالای ساخت دست خودش رو با اجناس دیگه برای تأمین نیازهای جاریش تعویض میکرده. یعنی یه جورایی مبادله میکردم، هم مبادله کالا به کالا، که خب این شیوه مشکلات و محدودیت‌هایی هم داشته. مثلا من آهنگر شاید گندم نیاز نداشته باشم ولی گندمکار به داس من احتیاج داشته باشه. خب اینجا کشاورز نگونبخت باید چیکار کنه؟ از کجا یه آهنگر نیازمنده به گندم پیدا کنه؟ به خاطر این محدودیت هایی که این مدل معامله داشته، انسان کم کم تصمیم گرفته که یک ابزار پرداخت رو جایگزینه این شیوه مبادله کالا به کالا کنه. اینطوری شده که توی برهه‌ای از زمان مثلا صدف وسیله تبادلات بین انسان ها شده. یعنی به عنوان پول ازش تو بعضی از تمدن‌های باستانی استفاده می شده. یا توی برهه‌ای از زمان مثلا سنگ نمک نقش پول رو برای انسان‌ها بازی می‌کرده و تو برخی از مناطق این مبادله با سنگ نمک رایج بوده. ولی به خاطر محدودیت‌های ذاتی که توی این پول‌های ابتدایی بوده، انسان به سراغ فلزاتی مثل مس، نقره، طلا رفته که مشکل مهم اکسیداسیون و از بین رفتن رو هم نداشته که اون پول‌های باستانی باهاش دست و پنجه نرم می‌کردن. رفته رفته از همین فلزات گرانبها سکه ها ضرب شدن
و به عنوان پول بین مردم پذیرفته شدند. ولی این سکه ها مخاطرات خودشون رو هم داشتن. مثلا وقتی افراد میخواستن بین شهرها مسافرت کنن، به سادگی مورد دستبرد راهزنها قرار میگرفته و داراییاشون متاسفانه از بین میرفته. یا اگر تصمیم به انجام یه معامله ای داشتن که نیاز به سکه های زیادی پیدا میکرده، حمل و نقل این مقدار سکه ها خیلی کار سختی میشده. پس حمل مقدار زیاد سکه فلزی مشکلات متنوعی رو برای بازرگانا ایجاد کرده بوده و هزینه ها و خطرات تجارت رو افزایش میداده. توی قرن 11 میلادی امپراتوری چین ایده جالبی رو عملی کرده: ذخیره سکه ها تو مکانهای امن و صدور رسیدهای کاغذی برای اونها. مردم به مرور به جای حمل طلا و سکه شروع میکنن به ذخیره کردن فلزات گرانبهاشون تو این مراکز امانتداری که عمدتاً هم دولتی بوده. این مراکز پر از نگهبان بوده که امنیت طلاها رو برقرار میکرده. به بیان ساده، نحوه کار این مراکز به این صورت بوده که به محض اینکه یه شخصی طلا یا نقره خودش رو به یکی از این مراکز میسپرده، متصدی یه کاغذ به عنوان رسید به اون میداده که مقدار طلا یا نقره امانت گذاشته شده رو با جزئیات فراوون توش ذکر میکرده. این شده که مردم پولها و داراییشون رو در اختیار دول و حاکمیت‌ها قرار میدادن تا دولت‌ها بهشون اسناد یا قراردادهایی رو بدن که تا با رسیدن به مقصد و ارائه اون تو مقصد معادل سکه، در حقیقت یعنی اون سکه های سپرده شده توی مبدأ، سکه از امانتداری اون مقصد دریافت کنن. یه چیزی شبیه به چک های بانکی که الان داره صادر میشه. یعنی ما از یک بانک یه چکی رو میگیریم، میبریم توی در حقیقت بانک مبدأمون و اونجا این چک رو از ما پذیرش میکنن و معادل اون وجه رو به اون پرداخت میکنن. این اولین پولهای کاغذی جهانه، همونطوری که تو تصویر ملاحظه میکنید که دولت چین اون رو در حقیقت صادر کرده و روی اون هم نوشته شده که جائلان رو گردن میزنیم. یا به عنوان نمونه این رسید که سال 1870 سوئدی ها اون رو برای مشتریانشون به همین ترتیب با همین پروتکل صادر میکردن. ولی این مدل صدور رسید و نگهداری سکه ها تو محلهای امن عمدتاً دولتی خیلی هم نتونست نیازهای مردم رو مرتفع کنه. این شد که سوئدی ها که یه مقدار شم اقتصادی جلوتری داشتن، اولین اسکناس های تقریباً به شکل امروزی رو چاپ و عرضه کردن که نامشو گذاشته بودن ریکستلار. توی ابتدای راه یا تو اون ابتدا دولت ها برای اسکناس هایی که چاپ میکردن معادل توی خزانه هاشون به رسم یک سنت دیرینه طلا نگهداری میکردن. ولی این فرایند با ورود به قرن 20 متاسفانه دچار تزلزل شد. بریتانیا از سال 1821 بعد از جنگ‌های ناپلئونی یه بار دیگه استاندارد یا همون معیار طلا رو در حقیقت زنده کرد. معیار طلا به این معنا بود که کشورها متحد می‌شدن ارزش پول ملیشون رو بر مبنای مقدار مشخصی از طلا تعیین کنن و ثابت هم نگه دارن. اونا باید قیمتی رو تعیین می‌کردن که به ازاش حاضر باشن به اصطلاح طلایی رو با پول ملیشون معاوضه کنن. برای نمونه ارزش هر اونس طلا از سال 1821 تا 1914 3 پوند بوده. یعنی اگر شما 3 پوند رو میبردید برای دولت بریتانی ها، باید به شما 1 اونس طلا در حقیقت تحویل میداده. اوایل سال 1900 آلمان ها که یکی از ابرقدرت های اقتصادی اون زمان بودن، به تمام کشورهای جهان صادراتی داشتن. خب پول آلمان مارک بود و با توجه به این توافق سنتی مارک هم پشتوانه طلا داشت. به عنوان نمونه آلمان در ازای هر اونس طلا 10 مارک رو معادل سازی کرده بود. یا همطوری که گفتم خدمتون انگلیس در ازای هر اونس 3 پوند رو چاپ کرده بود و در حقیقت اون رو معادل سازی کرده بود. خوبه بدونید که هر اونس طلا یه چیزی بیشتر معادل در حقیقت 28 گرمه. پس اینطوری شد که اگر انگلیس مثلا 1 تن طلا می داشت میتونست حد اکثر 105,821 پوند چاپ بکنه. خب حالا اگر بخوایم معادلش رو محاسبه بکنیم چه باید کرد؟ ماشین حساب رو اینجا باز میکنیم، برمیگردم به تصویری که اینجا مقدار اونس رو
نوشتیم. حالا هر 1000 گرم 1 کیلوه، هر 1000 کیلو 1 تونه. خب میبینید که 1,000,000 گرم میشه. حالا بعد ما مقدار 1,000,000 گرم رو تقسیم بر 28 ممیز 349 یا حالا یه اشار یا دیجیت دیگر رو هم اضافه میکنیم. خب میبینید که این مقدار اونس رو اینجا داریم. حالا بعد این رو ضرب در 3 پوند بکنیم، مقدار کلی که میتونه دولت انگلیس در صورتی که از این رسم و سنت دیرینه تخطی نکنه، مقدار کل پوندی که میتونه دولت انگلیس صادر بکنه با توجه به این قانون 105,821 پوند بوده. همطوری که خدمتون گفتم دولت ها هم توی اون برهه سر این موضوع به توافق رسیده بودن که اگر از یک کشوری پولی بگیرن میتونن اون پول رو، اون اسکناس رو به خود اون کشور برگردونن و در مقابلش طلا بگیرن. از اونجایی که آلمان ها به تمامی نقاط جهان صادرات داشتن، علل خصوص انگلیس، توی 1912 تصمیم گرفتن پوندهای گرفته شده از انگلیس رو به خودشون برگردونن و در مقابل طلا بگیرن. به دلیل اینکه انگلیس ها بیشتر از میزان ذخایر طلایشون پوند چاپ کرده بودند، زیر قول و قرارها زدن و گفتن که آقا همینه که هست و خبری از طلا نیست. این بدعهدی انگلیسی‌ها باعث پدید اومدن ریشه های اصلی اختلاف و زمینه ساز کینه توی بین جامعه ژرمن ها شد که جنگ جهانی اول، یا بهتره بگیم جنگ جهانی پول، رو باعث شد و رقم زد. البته چاشنی شعله‌ور شدن جنگ چیز دیگریه. حتما شما مطالعه دارین در رابطه با تاریخ، میدونید که خب مطالب دیگه ای رو ذکر کردن. البته چاشنی جنگ مطالب دیگه است، ولی باروتش همین اختلاف مالیه که داریم در موردش صحبت میکنیم. در واقع ترور آرشیدوک فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان، اون موقع اتریش مجارستان با هم یکی بوده، توی 28 ژوئن 1914 توسط یه ملیگرای سرب توی سارایوو باعث شد که اتریش مجارستان جهت انجام چندین خواسته به صربستان ضرب الاجل بفرسته و چون این خواسته ها برآورد نشد، اونا این کشور رو مورد حمله قرار دادن. امپراتوری روسیه به عنوان متحد سنتی صربستان دست به بسیج نیروهای خودش زد که موجب نگرانی امپراتوری آلمان متحد، اتریش و مجارستان شد. آلمان برای جلوگیری کردن از یه جنگ دو طرفه، یعنی درگیری مستقیم با خود روسیه، به متحد روسیه یعنی فرانسه حمله کرد. برای سرعت پیدا کردن به روند این حمله، یعنی روند حمله به خاک فرانسه، ارتش آلمان برای دور زدن خط دفاعی فرانسه از خاک بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده کرد. تجاوز عمد آلمان ها به خاک بلژیک برای این بود که زهرشون رو به انگلیس ها بریزن و اونها رو هم وارد جنگ کنن که باعث شد امپراتوری بریتانیا به عنوان ضامن استقلال کشور بلژیک به آلمان اعلان جنگ بکنه. ولی اینها همه چاشنی بود، در واقع باروت این اتفاق یا این اختلاف یا این انفجار جنگ مسئله پول کشورها و پشتوانه اونها بود که خب از زمان قبلتر این فرایند در حال شکل گیری بود. خب این جنگ بازنده جدی هم داشت که اون هم آلمان ها بودن. بعد از جنگ اوضاع احوال آلمان انقدری به هم ریخت که برای گرفتن یک قرص نون توی آلمان باید 1 میلیارد مارک پرداخت میشد. یعنی میزان نرخ تورم انقدری در اثر جنگ بالا رفته بود که تقریبا مارک رو میبینید به صورت کیلویی روی ترازو در حال مبادله کردنن، یا بچه ها دارن با مارک کار دستی درست میکنن، یه جایی باهاش در حقیقت با این اسکناس ها میبینید که بادبادک درست کرده بودن. سالهای بعد از جنگ آلمان ها مجددا به بازسازی کشورشون پرداختن و شرایط خب بهتر شد و مجدد پیش انگلیس ها اومدن و گفتن شما همون مبلغی که از ما طلا در حقیقت بدهکار هستیم و ما از شما طلبکار هستیم رو به اون بدید، ایرادی نداره، جنگی شد، یه خسارتی به وجود اومد، ماها لطمه دیدیم، شما لطمه دیدید، مشکلی نیست، طلا همون رو به اون برگردونیم و ما مسیر رو جلو بریم. انگلیس ها که از جنگ جهانی اول بادی توی قبقبشون داشتن، دوباره از دادن طلاها امتناع کردن و این موضوع سبب شعله‌ور شدن خشم و طغیان غرور ملی آلمان ها شد
که باعث پدید اومدن نهضت‌های رادیکالی توی آلمان شد. نهضت‌های زیاد رادیکالی تو اون ایام توی آلمان شکل گرفت. یعنی حزب‌هایی برای مقابله با این تحقیر ملی شکل گرفته بود که در نهایت منتهی به نازیسم شد و پایه‌های جنگ جهانی دوم رو شکل داد. آمریکایی‌ها که توی جنگ جهانی اول و دوم فرصت طلبی خوبی داشتن، با توجه به بعد مسافت نسبتاً زیاد به مناطق اصلی درگیری و جنگ، شروع کردن به پشتیبانی کردن و ارائه کالا و ملزومات به کشورهای مختلف درگیر جنگ و به دلیل سقوط امپراتوری‌های مختلف توی برهه جنگ و از بین رفتن ارزش پول ملی کشورها و حکومت‌ها در مقابل پشتیبانی از اون کشورها پولشون رو نمی گرفتن بلکه طلا از کشورها دریافت می کردن. پس چون پول این کشورها ارزشی نداشت و حتی امکان داشت با سقوط اون حکومتها از ارزش بالبنیاد ساقط بشه و به دلیل اینکه پولهای ملی کشورها ارزششون رو از حکومتها وام میگیرن و اگر نباشن این پولها تبدیل به کاغذ باطله میشه، طلا رو روش امنی برای پرداخت در حقیقت دیدن و اون رو توی دستور کارشون قرار دادن. اینطوری شد که بعد از جنگ جهانی دوم نزدیک به 80% کل طلای جهان توی امریکا دفع شد. یعنی کل کشورها طلا پرداخت میکردن به امریکا و در مقابل از اونها خدمات میگرفتن، مثل همین طلاهایی که اینجا مشاهده میکنید. حزب نازیسم در حقیقت برای امریکا جهت دریافت پشتیبانی توی اون اوایل راه جنگ پرداخت میکرد، چون همونطوری که میدونید امریکایی ها با تأخیر درگیر فرآیند جنگ جهانی شدند. جنگ جهانی اول و دوم سودای فراوانی رو برای ایالات متحده داشت و چون همونطوری که گفتم خدمتتون امریکا در ازای کالا و پشتیبانی از کشورهای درگیر جنگ طلا دریافت میکرد، بعد از تموم شدن جنگ از اونجایی که بیشتر این کشورها طلاشون رو از دست داده بودن، بازگشت به معیار طلا به عنوان پشتوانه پولی برای هیچ کشوری جز امریکا امکان پذیر نبود. یعنی فقط امریکا بود که میتونست روی موضوع بازگشت معیار طلا به عنوان پشتوانه ملی اقدام بکنه و مابقی ممالک گیتی دیگه عملا طلایی نداشتن که بخوان این معادل سازی رو انجام بدن، یا اگر هم داشتن انقدر چشمگیر نبود. سال 1944 سران 44 کشور پیشرفته توی یک دهکده کوچیکی به اسم برتون وودز توی ایالت نیو همشایر امریکا دور همدیگه جمع شدن تا برای آینده مالی جهان تصمیم گیری کنن. توی این محل کنفرانسی برپا شد دال بر این که آقا ما کاری نداریم شما نماینده کشورهای مختلف درگیر جنگ هستین یا نیستین. دیگه الان جنگ به اتمام رسیده و باید بیم یه تصمیم گیری کنیم، نظام پولی و مالی جهان رو سامان بدیم که دیگه یک جنگ مجدد خانمانسوزی پدید نیاد. از اونجایی که دیگه طلایی توی کشورها نبود و کشوری نمیتونست مبنای پولش رو طلا قرار بده، همه پذیرفتن که دلار که دارای پشتوانه 80% از طلای جهانه به عنوان مبنای پولهاشون قرار بگیره. یعنی به جای اینکه بیان طلا رو معادل سازی بکنن، چون دلار خودش پشتوانه طلا داره، بیان دلار رو در حقیقت به عنوان پشتوانه پولهاشون در نظر بگیرن. و این شد که از اون تاریخ به بعد دلار به عنوان پشتوانه پولهای خیلی از ممالک و کشورهای گیتی قرار گرفته شد. نتیجه این مذاکرات توی برتون وود این شد که در نهایت آمریکا بیاد در ازای هر اونس طلاش 35 دلار و نیم رو معادل سازی بکنه و بانک جهانی هم تأسیس بشه که به عملکرد کشوران نظارت داشته باشه و اگر کشوری مثلا میخواد پول بیشتری چاپ کنه بیاد با ذخایر دلار یا طلایی که داره اون ارزش رو معادل سازی بکنه، تا اقدامی که انگلیس‌ها سالهای قبل کردن مجددا پدید نیاد و با جنگ ویرانگر دیگری روبرو نشن. این موضوع چند سالی به همین منوال پیش رفت تا سال 1956 که بعضی از کشورهای اروپایی شک کردن که آمریکا هم داره همین کار انگلیس رو انجام میده و همون رویه رو تکرار میکنه. حالا چطور شک کرده بودن؟ از اینجا که آمریکا وارد جنگ سرد با شوروی شده بود، در نتیجه مجبور بود به یه سری کشورها مثل کره برای اینکه با نظام کمونیستی شوروی همراه نشن وام و کمک‌های بلاعوض زیادی بکنه. در نتیجه نیاز به پول بیشتری پیدا کرد که با چاپ کردن مقدار زیادی دلار
یعنی بیشتر از مقدار ذخایر طلاش این کسری رو جبران میکرد و توی این جنگ سرد اهداف خودش رو جلو میبرد. کشورهای اروپایی مخصوصا فرانسه که به امریکا شک کرده بودند به طرف آمریکایی اعلام میکنن که آقا از این به بعد ما دیگه مبادله با شما رو با طلا انجام میدیم و دیگه با دلار تبادلاتی رو با شما انجام نمیدیم. که آمریکایی‌ها گفتن همچین خبری نیست و از اینجا شد که اروپایی‌ها تصمیم گرفتن اتحادیه اروپا رو تشکیل بدن تا کم کم یک ارز واحدی رو شکل بدن که بتونه جایگزین دلار بشه یا لااقل بتونه با دلار در حقیقت رقابت کنه. ولی خب یورو هیچ وقت نتونست مثل دلار توی مبادلات بین کشورها جا بیفته، چون در عمل خیلی اتحادی بین کشورهای اتحادیه اروپا نیست و مداوم یه تعدادی خارج میشن، یه تعدادی وارد میشن و شرایط خیلی توی اتحادیه اروپا از نظر سیاسی شکننده هست. یعنی تا همین امروز اونطوری که به نظر من دلار تونسته حکم فرمایی بکنه در پهنه گیتی، یورو نتونسته. به عنوان نمونه تقریبا 80% ذخایر مالی کشورهای جهان مبتنی بر دلاره و حدوداً 10 تا 15% از ذخیره به صورت یوروه که خب خود این میتونه در حقیقت یک سیگنالی داله بر این مسئله باشه. اتفاق عجیب و تاریخی که هنوزم زندگی های ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده سال 1971 رقم خورد که ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا اومد توی تلویزیون اعلام کرد که آقا از این تاریخ به بعد دلار دیگه پشتوانش طلا نیست، بلکه این اراده و قدرت آمریکاست که پشتوانه دلاره. در حقیقت آمریکا که از پس بازگردوندن تامین طلا در مقابل دلار ناتوان شده بود، کار رو با این سخنرانی نیکسون دیگه یسره کرد و آب و پاکی رو روی دست همه کشورهای جهان ریخت و گفت آقا همینی که هست. خب کاری هم نمیشد کرد، چون هر کسی میخواست بر علیه امریکا قد علم بکنه، ضمن اینکه توانایی رویارویی نظامی رو نداشت، با شکست احتمالی، یعنی اگر میتونست هم حتی امریکا رو شکست بده، تمامی دارایی ها و اندوخته های دلاری خودش رو از بین برده بود، چون کشورها تا اون تاریخ دیگه به جای اینکه طلا ذخیره کنن دلار رو پشتوانه پولهای خودشون قرار داده بودن و بخشی زیادی از درآمدهای ملیشون رو تبدیل کرده بودن به دلار و توی بانک‌های بین‌المللی اونها رو دپو کرده بودن. پس همه این زورگویی آمریکا رو پذیرفتن و از این تاریخ به بعد همه مردم گیتی شدن مؤدی مالیاتی کشور امریکا. چرا که وقتی دلار زیاد چاپ میشه، از ارزش اون دارایی که به صورت دلاری نگه داشته میشه، مثل دارایی بانک‌های مرکزی کشورها که منابع ملی ما مردم هاست، در حقیقت شروع میکنه کم شدن. در واقع بانک‌های مرکزی دارایی‌های ملی رو، حالا مثلا توی ایران منابع زیرزمینی مثل در حقیقت نفت، منابع روزمینی، موضوع پتروشیمی ها، منابع مثل معادن و اینها رو بعد از اینکه اینها رو میفروشه که ما عمدتاً خامفروشی هم میکنیم، مقادیر زیادی دلار دریافت میکنن. خب این دلارها رو توی حساب‌های بین‌المللی در حقیقت دپو میکنه که خب اینها منابع ملی ما مردم هستن. خب طبیعیه که اگر امریکا شروع بکنه به چاپ کردن مضاعف دلار، در حال کاهش دادن این منابع از نظر ارزشی. از این رو همه دیگه مجبور شدن که این زورگویی آمریکا رو با این شرایط بپذیرن. از این تاریخ به بعد نظام پولی مالی جهان به هم ریخت و چاپ بیرویه و تولید بیقاعده در حقیقت پول از سمت حکومت‌ها دیگه کلید خورد و به این ترتیب پول‌های بی پشتوانه که اصطلاحاً بهش میگن پول‌های فیات مثل ریال، مثل دلار متولد شدن. تا قبل از این پول‌ها با توجه به مقدار طلای ذخیره شده چاپ می‌شدن، ولی بعد از این تاریخ هرج و مرج مالی شروع شد و پول‌های بی پشتوانه با حجم بالا که بلای جون دارایی‌های ما مردمه از سمت دول چاپ و تورم‌های زیادی رو توی ممالک گوناگون مثل ایران سبب میشه. حالا یه سوال مهمی که باید خودتون بپرسید اینه: چرا طلا سال به سال ارزشش در مقابل دلار بالاتر میره؟ چون طلا محدوده و سخت به دست میاد، ولی دلار رو به سادگی دولت امریکا بنا به نیازش میتونه چاپ بکنه و همین موضوع باعث کاهش ارزشش نسبت به طلا میشه. در اصل طلا گرون نمیشه، بلکه ارزش دلاره که داره روز به روز پایین میاد.
و این یعنی کم شدن ارزش دارایی همه ما مردم در جهان که وابسته به دلاره. همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم 80% ذخایر ملی بانک‌های مرکزی در جهان دلاره که عدد بسیار قابل توجهیه. به این وابستگی اصطلاحاً میگن هژمونی دلار یا سلطه دلار. همطوری که گفتم خدمتتون برخلاف پولهای فیات یا رایج توی سیستم ارز دیجیتال تعداد یا مقدار ارزهای دیجیتال عمدتاً از اول معلوم و ثابته و برخلاف پولهای قابل چاپ قابل اضافه شدن نیست. پس طبیعیه که ارزشش مثل پول کم نمیشه. پس اینطوری میشه که هر کسی که پول رو به عنوان دارایی نگه داره به عقیده من بازنده محضه، چون پول بسته به نیاز دولت‌ها بی ضابطه و بی قاعده چاپ میشه و زیاد شدن هر چیزی طبیعیه که ارزش اون رو از بین خواهد برد. البته که الان دیگه پولی عملاً چاپ نمیشه و همه این نقدینگی خانمانسوز پولهای الکترونیکی یا اعتباری هستند که توی سرورهای بانک‌ها فقط با در حقیقت وارد کردن یک عدد خلق میشن و فقط 2% از این نقدینگی معادل پول کاغذیه و مابقی الکترونیکی هستند دوستان، یعنی عددهایی توی کامپیوتر. پس به سادگی با اضافه کردن رقم‌ها و صفرها توی کامپیوترهای بانک‌ها نقدینگی و پول خلق میشه. پس فهمیدین که پول توی کشورها بی‌اعتباره و پشتوانه ملموسی نداره و ما مردم با اعتمادی که به حاکمیت‌ها داریم به اون اعتبار میبخشیم. باز لااقل قبلا یه زحمت چاپی برای پولها بود، الان که دیگه واقعا کاملا دیجیتالی شده و توی سرور بانک‌ها در لحظه و بالمره خلق میشه و باعث پدید اومدن بزرگترین مرض اقتصادی ایران یعنی نقدینگی افسار گسیخته میشه. همین الان یک کلید دادم خدمتتون، نقدینگی. به این کلمه نقدینگی از الان حساس باشین تا توضیحات کاملتر و جامع‌تری رو خدمتتون عرض کنم. پس نقدینگی نکته بسیار 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 مهم، موضوعیه که قراره در درس بعدی پیرامونش صحبت کنیم. پس در ادامه در رابطه با همین نقدینگی و مصائبی که رشدش و افزایشش به زندگی هامون تحمیل میکنه صحبت میکنیم و خواهید دید که دلایل مشکلات اقتصادی که متاسفانه ما توی کسب و پیشه هامون توی زندگی هامون با اون روبرو هستیم چیه و این نقدینگی چطوری داره در حقیقت زندگی های ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. لطفاً با ما همراه باشید.